هنوز خیلیاتون فرق این دوتا رو نمیدونید که کجا باید تو مکالمه ازشون استفاده کنید. listen یا hear. میتونم صدای پرنده های بیرون رو بشنوم. ببین اگر تو چیزی رو میشنوی و قصد و غرضی براش نداری به گوشت میخوری، از hear استفاده میکنی. نگاه کن من میتونم I can. جای خالی birds outside. birds پرنده ها outside هم بیرون دیگه. باریکلا. شنیدی قصد و غرضی، مثلا قصد نرفتی گوش کنی. I can hear. مثال بعدی نگاه کن. اون صدا رو شنیدی، براش قصد و غرضی داشتی؟ نه. شنیدی؟ did you که حالا سریعترش did you جای خالی that noise. اون صدا رو شنیدی did you؟ باریکلا. hear. مثال بعدی میگه چی؟ لطفاً به حرفم گوش بده. بابا گوش کن. میدونی یه قصی توشه. گوشه که به صدایی که به گوشش نخورده که please به من گوش کن. to me. چی to me؟ listen to me. به همین سادگی. بریم سراغ یه تمرین. میگه من معمولا شبها موسیقی گوش میدم. چجوری باید بگم؟ I جای خالی I often. من اغلب music at night. موزیک گوش میکنم. حالا I often hear یا I often listen. کدومش؟ یا hear یا listen. جواب درست رو کامنت کنید.